سلام، خوش اومدیم این ویدیو. من سایه هستم. امیدوارم حال دلتون بهتر از همه باشه. آقا بعد 3-4 روز، بگم 4-5 روز نبودیم و الان اومدیم با یه ویدیوی خفن. یه ویدیوی خفن. نتم هم ضعیفه. چند تا خبر دارم عالی. یکیشون اینه که از بنسکواد در اومدیم و نمیتونم دنس بزنم. از بنسکواد در اومدیم و الان دیگه میتونیم کلی با هم پلی بدیم. یه ذرم اکانت رنکاب کردم روش تا بکنم دیگه فردا پس فردا هیروشه. چون میتونم دنس بزنم. دنس آن اینجاست دیگه. باگه و بچه ها یه آفر اومده جدیدن تو بازی. من تازه دیدم آفر که نه آف. این دنس ها، این باکس ها آف خورده 70%، 45 شده 13. این بچه ها میخوام یه 300 تا جم بزنم، اینو بگیرم، باکسشو اینو بگیرم، خیلی بالاترشو دوست دارم. اینو بگیرم، هر جا شد داد نعمت به غیر شلوار کفشش. اگه جمی باقی موند که دیگه میام از این اسکارفا دیگه بگیرم. اگه بازم باقی موند از این شلواره میخوام بگیرم. البته این شلوارو نه، هر کدومو داد. این شلوار چه دخترانه. نه حالا یه باکس میگیرم دیگه، اینو میگیرم. 300 تا جم بچه بگیم از این 10 تا بگیریم 112 خوردی 100 میگیریم 130. آقا 130 270 میمونه. 270 اون 70 تا رو از اینا میخرم. شانسش خوبه. بقیه‌اش هم هرچی مون اینو میخرم. پولم به دنس منز و این چیزا نمیرسه. بچه کلی خبر خوب براتون دارم. انفورم دوریت تایمیه. احتمالا 100 جم بزنم. اسکینام قبلا اکانت بهتون نشون دادم. فقط این اسنایپر رو گرفتم. دیدم اسکین اسنایپر پاوراشون به درد نمیخواد که ریت داره. اصلا اسنایپ ریت نمیخواد. اینم نفوذ به وست داره. اسنایپ چیتریه. من اینو انداختم با پاورای این. من از طرح این خیلی خوشم میاد. یه حال عجیبی بهم میده. یه گالری اکانت هم با هم بریم. یه مقدار رنکاب کردم. مثلا کلشم نه هم کنم 2 دست پلی دادم. هیرو ست میده. چه جالب. نت عالیه بچه. نت عالی. و یه گیلد زدم به اسم MHD لول. خیلی بخاطر این اکانت MHD کینگ. اکانت MHD کینگ رفیقم. خیلی از اسم خوش آمد. MHD کینگ بشه خود اسم گیلد رو گذاشتم MHD لول. کسایی که میخوام وارد گیلد شن بعد یه دور تست بدن. تسترمون الان بعدا معرفی میکنم. شاید خودم بگیرم، شاید کسی دیگه بگیره. تست میدن. اگه قبول شد میتونه بیاد تو گیلد. کلی چالش با هم داریم. کلی میتونیم پلی بدیم. کلی جوایز خفن داریم تا ببینیم چی میشه، به چی میرسیم. من یه تاشتای انفوره رو کامل بگیرمش. چون از انفوره ریت دار یه دونه دارم ولی یه ریت آخه. اسنویپ بچه امرسی لول 4 نفری هم بردیمش لول 2. بیشتر خودم و این 3 نفر بودن. اگه بخوایم بیاین تو گیل بچه آیدی اینستا رو میذارم دیسکریپشن. برین چک کنین، بردارین. الان هم اینجا روی صفحه میاد. حتما برین چکش کنین که پیام بدین آیدیتون رو بفرستین. اونجا با هم کلی حرف میزنیم و وارد گیل بشیم. یه دست بتل هم با هم بریم و
ماراکتر فینیش کن بذارم، بریم دبل بزنیم با هم. بذار فینیش کن بذارم به جای اینم موکو بذارم. بریم با هم بریم. ستم خوب بچه ها، ست بالاتنه و کنم. آره دیگه بالاتنه و سرم ماله یه دونه. این لودینگه تایموت خوردم. اصلا امروز عجیب بود، خیلی دیر چیز میشد و بچه نمیدونم چرا آفر برام باز نمیشه. آفر بچه شرایط چجوری باید آفر باز شه؟ من چیکار کنم آفر باز شه برام؟ منظورم آفر این $1 از 300 جم اونو بزنم و دست دبل. دستم از دبل چی بود؟ دستم از کاستوم. بچه کاستوم رفتیم با یه برادر عزیزی، با مرد مومن قرار بود جمون بهمون بده. سر جم رفته بودیم کاستوم جم، نمیشد ویدیوش کنم اصلا، شرایطش نبود. داره بعدم بهتون توضیح میدم. شرایطش نبود، من خواب زیر پامونه. شرایطش نبود و عزیزمون تک به تک رفتیم. بعد زد، بعد میگفت من میخواستم سر یه هفتگی بود، میگفت هفتگی من فقط از رمز و جیمیل، من رفیقم پیشش پول دادم و فقط از رمز و جیمیل میزنم. بعد این بازی هم یادتون باشه آیدی بازیشو بهتون نشون بدم. ببینید اگه اومد تو اسکواتون فرار کنین، تبر وحشیه. آقا من چند دقیقه ویدیو کات شد، رفتم دی پی آی بزنم بیام. دی پی آی گوشیمو زدم. آها چه جیگری، شانس آوردی رفیق. داره میاد بالا. کجاست؟ رفت دیگه. یه نفر دیگه هم اون ور داره باش میخواد بزنتش رو هوا. بچه بابا من چقدر بدبختم که دارم اینو میزنم، اینا چه باعث میشه. ای بچه آره آیدیشو حتما بهتون میدم. این اومد دوست اسکواتون گفت بریم کاستوم جم، قبول نکنین. داشتم توضیح میدادم، اومد گفت رمز و جیمیل بده. منم شوتی یه لحظه گفتم وایس دارم رمز جیمیل بدم. رفتم یه هک فیک ساختم، اسمشو گذاشتم تریاک. یه لحظه وایس، ایکس ایکس تریاک. تراگونی فشاری. یه اسپرش گذاشتم حالا. بعد بهش رمز ایمیل اونو دادم، اکانت فیکر رو. رمز ایمیل اکانت فیکر دادم. داداش من میخوام یه اکانت به رفیقم بدم، میخوام بهش هدیه بدم، میخوام روی اون جیم بزنم. اوکی داشت رمز ایمیل بده. رمز ایمیل رو فرستادم، یارو آنلاین شد رو اکانت، سریع بهش اد دادم. اومد تو اسکوات گفت داش این لولش پایینه، من میخوام لول اپ پس برات بزنم. گفتم قرار ما لول اپ پس نبود، قرار ما یه دونه هفتگی بود. هفتگی رو بزن داشت، به تو ربطی نداره لولش پایینه یا نه، من میخوام روی اکانتی کنم. بعد زنگ زده بود میخواست من از روی اکانت پرت کنه بیرون. میگه میخواست من از روی اکانت پرت کنه بیرون. بچه ها میدونین که مثلا چون مثلا یکی وارد جیمیلتون بشه، نه بعضیاتون شاید بدون از ندارین، کسی که سر کار داره با تو جیمیل و اکانت فروختن و اکانت خریدن حتما اینا رو میفهمه. اگه مثلا کد پشتیبانی اولو بهش بدین وارد شه، بعد برای تغییر دادن رمز و چیزا نیاز کد پشتیبانی داره.
ببخشید سکوت کردم. یه داشتم یه حس کردم خیلی شدید حس کردم صدا پا دارم. داشتم میگفتم آره کسی که میدونه کد پشتیبانی مثلا برای دومین بار اگه اونا بخوان رمز رو عوض کنه یا مثلا منو پرت کنه بیرون نیاز به کد پشتیبانی داره. چون تازه وارد اکانت شده از دیدم رفت هواپیما فکر کنم ماشین. چون تازه وارد اکانت شده اکانت رو نمیشناسه و یه سری باگا داره که مثلا اون برن که چی کنه بچه. چون اصلی ترین کسی که روی اکانت بوده اولین کس من بودم، رفیقمون نمیتونه منو پرت کنه بیرون و رمز و جیمیل بده. تبرم بوده، بچه میخواست تبر کنه، فکر نکنه میخواست جیمو بزنم، میخواست تبر کنه. خاطرم رمز اکانت فیک دادم. آقا این هم زنگ زده بود داشت من رفیقم کد پشتیبانی دوم میخواد، میگه 2 تا کد پشتیبانی نیازه. دیگه اون لحظه فهمیدم و مطمئن شدم که پینگم رفت 999. عالیه بچه، پرفکت. ایران پرفکت. اصلا مرد. نمیگه که خریدم کجاست، نه یاد بزنتم. بچه الان من نتا قطع وصل کنم بیام. بچه من نتم قطع شد وصل گذاشتم حالا هواپیما درستش کردم. الان دوباره اومدم تو بازی خودم زنده باشم. چه ستش عوض شد. وای خیلی لگ بودم اصلا نبودم. به نظرم به معرفتش که منو نزد حداقل نگه هم داشت. کاراکتراش ایرانی هم بود بچه، با مرام نزد. ایول ایول بنازمش بنازمش. یه مش دیگه بریم، این دست نشد اصلا. چرا وستش سفیده؟ بچه چیکار میکنن وست 3 شون سفید، وست 4 شون سفید میشه؟ قضیه چیه؟ چجوری وستشون سفید میشه؟ تو کامنت های توضیح بدین بچه. ستم قشنگه. من بالاتنه خیلی خوشم میاد، مخصوصا پشتش. شلوارم که اون شلوار شاخ همیشگی. مو مال بالاتنمه. ماسک بی تی اس. من بی تی اس فن نیستم ولی این بهترین ماسکی که اکانتم داره. من بی تی اس فن نیستم. بی تی اس فن نیستم. من یه روز بی تی اس رو بزنم بالا سرش اینجوریم. من بی تی اس فن نیستم. بی تی اس فن متنفرم. نه این راستی ماسک بی تی اس نیست. ماسک بی تی اس یه مشکی بود. این یه ذره درازتر از اون ماسکش مشکی بود. داره این بی تی اس نیست. تاتو هم که همون حبلی. بریم منطقه آبی با هم. بچه اسنویپ بزنم نزنم؟ شما بگین تو کامنت ها. اسنایپ هم چطوره؟ بده اسنایپ هم خوبه؟ اسنایپ هم نوبه؟ یعنی من خیلی نوبم تو اسنایپ زدن یا بد نیستم؟ پرو هم؟ از 0 تا 10 بهم نمره بدین تو اسنایپ زدن. الان یکی مینویسه -5. بچه حتما حمایت کنین، لایک کامنت سابسکرایب. خیلی کاری نداره، تو که داری ویدیو رو نگاه میکنی یه لحظه پایین صفحه یه بار دکمه لایک رو بکوب. به خدا خیلی به تو فشار نمیاد یه دونه عدد، ولی من خیلی خوشحال میشم، خیلی انرژی میگیرم بعد از اینکه 1 ساعت 1.5 ساعت میشینم پای ریکورد، بعدش میام حداقل یه دونه لایک میبینم. من خیلی خوشحال میشم، شاید باورت نشه. یعنی من خیلی حتی یه دونه لایک میبینم خیلی خوشحال میشم. یکی قدر زحمتام میدونه. اینقدر زحمت کشیدم، یکی دیده که خوشش اومده. بیا دوباره. به خدا ختم میکردم گیمون، پاکش میکردم. خدا وکیلی حمایت کردن خیلی سخت نیست. اگه ویدیو رو افقی میبینی که هیچ، لایک جلو دستت. اگه عمودی میبینی
یه لحظه بزن رو صفحه چپ پایین، بقیه ویدیوهای پیشنهادی منو بهت نشون میده یا بقیه رو. اون که میاد بالا لایک هست، اونجا گزینه لایک هست. اصلا نه چی، بزن رو صفحه راست پایین لایک. به خدا خیلی کار سختی نیست. من دارم خیلی زحمت کشم. من یه تراگونی با اسنایپ زدم. این خیلی فشاره، خیلی فشاره. بچه اینو باز کنیم با هم، اینو باز کنیم با هم ببینیم. نداره اون 600 تا، نه 100، نه 100 600 یه مقدار پول میدادی. اون جمیش میگم جمیش، اونی که لوت میداد بهت باز میشد. یه اسنوی پوش یخزن داشت خیلی خوب بود. اسکوپ حرارتی داشت اسنوی پیش، اصلا خیلی به کار میومد. مثلا الان من بیام اینجا فایت بدم، خب بین اون همه اینجا بیام اینجا فایت بدم، بین این هم ماشین استپ پیدا کردن نمیبرم خیلی سخته. صدا پا دارم، این بیشتر بکارم. بچه ها بذارم ببینم. بچه دلتون میخواد چیکار کنم لحظه هایی که فایت میدم و مثلا بذارم، مثلا اینجایی که الان انمی نیست در حال لوت کردنم، حرفی نمیزنم و ادیت کنم؟ نظرتون تو کامنت ها بنویسین. حشمت دیدی؟ نه ببینم حشمت دیدی؟ بچه این بار دیگه جمع بزنم حتما ویدیوشو براتون میگیرم، چون کلی چیز با هم خواهم بگیریم با باکس 100% ویدیوشو میگیرم. دفعه قبلی که روی مستر سایمون گرفتیم میکنیم. آقا کانال اینستامون هم حتما دنبال کنید، اونجا میذارم که هر ویدیوی بذارم الان وست منو چاک میده. خیلی جای شلوغی اومدم. به خدا مانگول بود. ببخشید بی احترامی نمی کنم ولی خیلی مانگول. اون هنوز اون بالاست. این مانگول کو، این کیل موف بود. اون کیه؟ بیا از این ور، بیا این ور، دوست دارم. مانگوله منو دید. من که یه جایی تو رو شکارت میکنم. نتم میگم جدا دمیج نمیشه. بابا ایران رو دوست دارم. نتم درست شد. شانس آوردم زنده موندم. دمیجم الان فعال شد بچه. بیا بیرون عزیزم، من کاریت ندارم.
کجاست؟ اونجا تیر اسنایپر مفته. منی که 70 تا تیر دارم. دیدمش. این همون نوب سگه است بچه. همون نوب سگه ما رو زد. اوکی بچه، اصلا ساعت رو نگاه کن. راست بالا ساعت رو نگاه کن. یه بار دیگه نگاه کن. 1:30 و واقعا خستم. از صبحی دارم رنکاپ میکنم روی 3 تا اکانت. هیچ کدوم هنوز زیرو نکردم. آخه ای جان. ایول اینو میزنم بچه. خیلی ببین نزدیکای 24 رسما نزدیک 12 ساعت پلی دادم ولی آفره باز نشد. ایول جمو حتما میزنم، ویدیوشو میگیرم انشالله. همین جم همین 300 تا جم. اینم میگیریم. این پتم میگیریم. این دنسش هم میگیریم. 300 تا جم هم میزنیم رو اکانت که بشه 301. کلی با هم اشغال میکنیم بچه. این هم آیدی و بنده خدایی که منو تبر کرد. داشت بدبخت رو کنم. فکر کنم میتونی فرار کنی. تایتان زئوس بچه. نه همجا دیلیت نزد. وایسین نگم دارم آیدیشو برداریم. نتم همونجا که میبینین خیلی تره. تایتان زئوس 26 20 64 2035. آیدیش AK دراک داره ولی MP5 فشار میده. MP5 هم دورید. بچه امیدوارم از این ویدیو لذت کافی برده باشید. بچه ما کتاب من نمیذاریم. بهتره. امیدوارم لذت کافی برده باشید. خیلی دوستتون دارم. خیلی بامرامید. خیلی هم خوش قدمید که تا آمدم یه دست باتون پلی بدم آفر برام باز شد و عشق منه دیگه. اکانتم رفت لول 60. اینو برداشت نکرده که هیچ برداشت کرده. الان 10 تا کارتینکو دارم. نه ببخش کارت کاسم زرد. بچه من یه چیز جدید اکانتم کشف کردم. اینو بهتون میگم تقریبا 3-4% خیلی چیز کمترین اکانت ها اینو دارن. 3-4 زیر 10% اکانت های توی گیم اینو دارن. تاتو جوکر زنونه من دارم و خودم نمیدونستم. این ست قدیمی رو دارم که فکر کنم 3 تا بودن. اولی آبی بود، دومی این بود، سومی قرمز بود. قرمزش هم دارم. این عینکرم دارم. این نمیدونم شاخه یا نه ولی در هر صورت این هم پروفایل ما بدبخت نیستیم. 100% بچه میزنم جمو و عشق منید بچه ها. دیدین یه کد شاید ببینین. این کده که همیشه اینجا هسته. این بعضیاتون شاید بدونین چیه، بعضیاتون نمیدونید. یه لحظه وایسم برم رو اکانت دیگه بهتون بگم این چیه. آقا ما آمدیم رو مستر سایه، اکانت اولمون که باش یوتیوب رو شروع کردیم. این اکانت ماکوش اینجاست. بله همینجا تو پروفایل شدین. الیتا، ساکورا، هیپ هاپ، الیت دوزن دریایی و الیت پیکسل فکر کنم ستاره که همشون 999. اینجوری مال رفیقم هم داره امشتی کینگ. اون هم توی بیوش نوشته فری فایر. اگه نگاه کنید برای خودمون یه کد دیگه هست و برای کسی که نگاه میکنه اینجوری رنگیه فری فایر. اینجا کلیک میکنم زرده. خیلی خب آقا با اون اکانت شروع کردیم، با یه اکانت تموم میکنیم. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی برده باشین. نقاشی مرگ دشمنا رو همیشه با هم میکشیم انشالله. خیلی دوستتون دارم.